رئیس کمیته دین ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران اظهار داشت که در تاجیکستان دوام 6 ماه اخیر در یگان مساجد بسته نشده است. او گفت در دوام 6 ماه سال 2021 به کمیته یگان حجت در مورد بسته شدن مساجد وارد نگردیده است. سلیمان دولتزاده شهر داد که در تاجیکستان مسجدها یا با قراری سود مسدود میشوند یا مجلس متحدان دینی به خلاصه میآیند که فعالیت این یا آن مسجد من بعد لازم نیست و در این صورت در این مساجد بسته می شود. یادآور می‌شویم که زمان پاندمی حکومت تاجیکستان به خاطر تامینیت بخطری شهروندان در این مساجدها را برای چند مدت مسدود کرد. اما چند سال پیش زمانی که مریضی کرونا ویروس موجود نبود، مسئله بسته شدن در این مسجدها در تاجیکستان نهایت داغ بود. آن زمان دولتزاده اظهار داشت که اکثر مسجدهایی که بسته شدند به مجوز ساخته شده و به سند رسمی فعالیت داشتند. مسجدهای بسته را به فرهنگسرا، چایخانه، درمانگاه و یا کودکستان مبدل نمودند.